سلام بچه های عزیزم، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم میخوایم یه داستان دیگه براتون تعریف بکنیم در رابطه با این عیدی دادن و عیدی گرفتن. دیدی وقتی عید دیدنی که میکنید میخواید خداحافظی بکنید خیلی زود دارید میری، حالا شام میموندی یه چیزی درست میکنیم که یهو میبینی یه بچه اینجا گرفته میگه همون خاله تو رو خدا یه عیدی به من بده، حالا میماندیم. بچه‌م خیلی خوشحال میشه از اینکه همه پولاش رو داره جمع میکنه تا وقتش که شد بره از داخل یک فروشگاهی لوازمی که میخواد رو برای خودش بخره. ضرب فرایندی دقیقاً مثل همین عیدی دادن و عیدی گرفتن. یه پولی جمع میشه، باید شما بازش بکنید ببینید که از چه اعدادی ساخته شد. ما یک ضربی داریم 302 ضرب در 126. پسرای گلم، ما در ضرب فرایندی تنها روشی که به کار میبریم گسترده نویسیه. یعنی دقیقاً بازش میکنید مثل همین عیدیایی که مثلا میگه این رو از عمو گرفتم، این رو از خاله گرفتم، و وقتی که بازش میکنید دیگه ضرب کردن شما راحت میشه. همیشه این نکته رو فراموش نکنید. 3 در 3 دقیقاً وقتی گسترده نویسیش میکنید میشه 3 در 1، 2 در 2 میشه 2 در 1. بچه‌ها ضرب تک رقم در تک رقم رو خیلی راحت بلدن. ما 3 تا فروشگاه داریم که هر کدومشون لوازم ورزشی میفروشن. فروشگاه اول یک مقداری اجناسش پایین‌تر کیفیتش و ارزان قیمته، بهش میگن یکان. فروشگاه دوم جنسش با کیفیت‌تره، بهش میگن دهگان. و فروشگاه سوم دیگه سطح جنساش خیلی بالاتره، بهش میگن صدگان. یه میشه یک رقمی، ده میشه چی؟ 2 رقمی، 3 مثل چی؟ 3 رقمی. در ضرب فرایندی رقمش مهم نیست که اولی رو ما گسترده نویسی بکنیم یا دومی رو، چون هر کدومش رو گسترده نویسی یعنی بازش که بکنی دقیقاً به جواب نهایی خواهی رسید. بچه‌ها آرمین داستان ما پولهای عیدیش رو گذاشته کنار هم، یه رقمی به دست اومد 126 تومن، این میشه پول عیدی. 302 تومن میشه پول چی؟ خانواده آرمین بهش عیدی دادن و بهش گفتن که یک برنامه ریزی درستی بکن که میخوای بری کلاس فوتبال بتونی وسایلی که میخوای بخری رو به درستی بخری. ما هم یک مبلغی رو برای هر خریدت بهت خواهیم داد که پولت افزایش پیدا بکنه. گفتم ضرب یعنی چند برابر شدن. صد و 26 اگر بازش بکنیم میشه 100 به علاوه 20 به علاوه 6. آرمین با خودش فکر میکنه، میگه من با این پولی که دارم یا میتونم بازوبند بخرم یا میتونم آب معدنی بخرم که دیگه پول من تمام میشه. میاد پیش خانواده‌اش میگه یه مقداری دارید به من بدید. خانواده‌اش بهش میگن که ما میتونیم یک مبلغی رو بهت بدیم که 302 تومن هستش. 302 ضرب در 6 میشه 1812. آرمین با خودش میگه میرم چند تا آب معدنی میگیرم، چند تا بازوبند میگیرم، خریدشو میکنه. با خودش میگه که خب من یه سری لوازم احتیاج دارم، مثل چی؟ مثل شورت ورزشی، مثل ساق پا. خب من الان فقط تنها با این 20 تومن میتونم 2 تا جوراب ورزشی بخرم. خانواده‌اش میگه من 302 تومن باز به تو خواهم داد. یه راه حل خیلی سریع میتونید انجام بدید. این صفری که اینجا در یکان عدد هست رو بچه این رو پاکش بکنید، دقیقا میشه 302 ضرب در 2. حالا بیاید ضربش بکنید. 2 در 2 4، 2 0 0، 2 3 تا 6 تا میشه 600
4. اون صفری که شما اونجا پاک کردید رو اینجا اضافهش میکنید، میشه 6040. آرمین میره شروع میکنه خرید میکنه. یه دونه دیگه مونده. این مبلغه میشه چقدر؟ میشه 100 تومن. آرمین میگه من با این 100 تومن میرم فروشگاه سرقمی ها و شروع میکنم اجناسی که هستش رو خرید میکنم. میره نگاه میکنه، دستکش 200، کیف ورزشی 300. خب بچه پولش نمیرسه. یا دوباره پیش خانواده میگه دارید یه مبلغی باز به من بدید. خانوادهش بهش میگن که ما یه مبلغی رو بهت خواهیم داد. خانواده به من 302 تومن دادن و 100 تومن هم دارم. تنها کاری که میکنید سریع 2 تا از صفرای 100 رو بر میدارید. چیکارش میکنید؟ میذارید داخل جیبتون تا بعد از اینکه ضرب رو انجام دادی از جیبتون در میارید، میذارید جلوی خود عدد. میشه 302 ضرب در 1 مساوی با همون میشه 302. 2 تا هم صفر داشت، درسته؟ این 2 تا صفر رو میذارم جلوش، میشه 30200. بچه‌ها ما اینجا 3 تا عدد به دست آوردیم: 1812، 6040 و 30200. خب برای اینکه ما بفهمیم از این حل مسئله آرمین چقدر هزینه کرده، اون عددی که بیشتر هست رو بالا می‌نویسیم. شروع می‌کنیم بچه‌ها، می‌خوایم جمعش بکنیم. 30200 به علاوه 6040. خب بچه‌ها یکان دهکان صدگانیش می‌کنیم. قشنگ زیر هم 0 4 0 و 6. عدد بعدی میشه 1812، میشه 2 1 8 و 1. خب بچه‌ها این اعداد رو با هم دیگه جمعش می‌کنیم. میشه 2 4 و 1 5 8 و 2 10، یه دونه 1 میره بالا، 6 و 1 7 با 1 8 و 3 میاد پایین. چه عدد 38052 تومن.